یه پستی گذاشتم، زیر اون پست نوشتم وقتی ما آگاهانه انتخاب میکنیم که عادی باشیم، معمولی باشیم، فوق‌العاده میشیم. این جمله از من نبود، کسی دیگه ای بود، اما خب پا به میلم بود. عادی بودن، معمولی بودن، نشرال بودن، حالا جدای از این که ما رو فوق‌العاده میکنه، یه سری محاسن داره. من همیشه نمیتونم توی سطح فوق‌العاده باشم، شرایط عالی باشم. توی هر موضوعی ممکنه بیمار بشم، ممکنه ورشکسته بشم، ممکنه شرایط کاری پیش بیاد که نتونم توی سطح بالایی باشم. به عنوان مثال ورزش کردن، ممکنه بیمار بشم. اگر دارم غیر معمولی دارم دارو مصرف میکنم، هورمون میزنم، اگر اتفاقی بیفته که یه مدت تمرین نکنم، خیلی چیزا رو از دست میدم. اما وقتی معمولی دارم تمرین میکنم، خیلی سریع برمیگردم به حالت قبل. حالا این هم توی روابطمونه، هم توی کسب و کار.